Здесь живут люди, которые они не могли получать от нас помощь. Иншаллах, мы им даем наличие деньги, пусть они что сами хотят, пусть то и купят. Иншаллах, бизнилля, 27, иншаллах, мы раздаем им наличие деньги, пусть они что хотят купить. Иншаллах, бизнилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، پدران و مادران. ما امروز خانه اومدیم بعد انجام وظیفمون، یعنی امروز پهلوی وظیفمون اجرا کردیم. الحمدلله برادرای عزیز، زیاده از 700 اویله ما تقسیم کردیم. برادرها به غذایی برادرای عزیز بدن، شخصایی که اومدن نتونستن ما اوودا بردیم در دستاشون سومی نالی چی بگیم، گفتی روسا سومی نالی چی دادیم که چیزی که خچا میخوام بخرن و بعدا برادرای عزیز انشاءالله پگه با همه خیل میکنیم، پگه با یک 700 اویله دیگر در انشاءالله میبریم تقسیم میکنیم برادرای عزیز و بعدا دیروز با یک چند اویله گریزه، یک 15-20 اویله گریزه با اومدگی هم برادرای عزیز خانه و در ندارن. انشاءالله خدا خواهد دو روز پس ما تصمیم گرفتیم که برای ما را پلاتکا ساز کنیم، خانه‌ای که همین زندگی کده بشه شید هم خیلی یک خانه ساز کنیم و بعدا برادرای عزیز یک لگری دیگه هسته که این لگرایی که ما تقسیم کرده محصولات اینجا مقصد جای محصولات تقسیم کنی دارم ما تقسیم کردیم. برادرای عزیز اومدن گرفتن. یا لگری دیگه هسته که در اونجا عموما شرایطی تقسیم کردن نیست، ما خانه به خانه میگردیم انشالله در اونجا سوم تقسیم میکنیم. با خاطر همه برادرها با صبر باشیم، با توقع باشیم. ما ویدیو را انشاءالله هر کوتاه کرده میمونم، شما با خبر باشین که کارای ما چه رفته است و بعدا ویدیو که اول تا آخر چه ما سفر کردیم، چی گپ شد، چه تقسیم کردیم، همه او را برادرها در وقتی که مسکو اومدیم انشاءالله میمونم. فقط همین کوتاه شد تماشا کنین، در حقمون دعا کنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Your mother, of course. برادر و مادر با چه شبیه در سر کتفش برداشته است. ما امروز به حق پدر مادرمون میرسیم. Wait. Oh, gigi. دو. بعضی اویلهایی که ما زورمون نمیرسه. السلام علیکم و رحمت الله.